در جستجوی حقیقت، در جستجوی حقیقت. برنامه از رادیو کتاب. باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی. در جستجوی حقیقت، روزنه به سوی آرامش روانی و امنیت ملی. در جستجوی حقیقت، هنگام راستان در مسیر راستی. در جستجوی حقیقت. بسم الله الرحمن الرحیم. کلمه شهید را نخستین بار پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و اصحابه و سلم به کار برد. برای افرادی که در راه خدا کشته می شوند این کلمه اطلاق شده است. ارزش شهادت در دنیای امروز که عصر اطلاعات لقب گرفته و مرزهای جغرافیایی معنا و مفهوم پیشینی را با تحولات فکری از دست می‌دهند، بیشتر قابل درک است. شهید یعنی شهادت دادن به مظلومیت انسان‌های مظلوم. برنامه امروز در نظر دارد در جهت تلاش کند تا رهانیدن مفاهیم قدسی شهادت و شهید از چنگال خونین پروژه های اطلاعات و جهل و خرافات مذهبی گام بردارد. مسلماً این گام به سوی تحقق رؤیای صلح انسانیت محور و افغانستان شمول و متضمن منافع استراتژیک وطن است. آری، شهادت زیباترین غزلی است که از لبهای سرخ حقیقت می‌تراود. شهادت برعکس آنچه جاهلان می‌پندارند تعقل را عمیق می‌سازد و بینایی را دو برابر. و چنین است که شهید در فرهنگ حکیمانه اسلام کسی است که در رگ‌های جامعه خون بیداری می‌دمد. امروز 16 دلو 1401 هجری خورشیدی است و ما در فضای مجازی گرد هم آمده ایم تا یاد شهدای بیمزار افغانستان را زنده نگه داریم. همان شهدایی که با رفتنشان امنیت و صلح از افغانستان رخت بربست و فضای سیاسیش با اطلاق غرق شدن سیاستمداران پرمدعا و جزمندیش شد. هر شهید سپیده است که در افق آسمان کشورش طلوع می کند و نوید صبح بیداری و صلح می دهد. شاهد از اوصاف خداوند حکیم است و خداوند مصدر تمام آگاهی هاست و کسی که به مقام شهادت برسد مخلوقی است که به خالق ملحق شده است. شهدای بیمزار افغانستان مصداق این کلمات است، به خصوص شهدای نخبه افغانستان. هر کدام کتاب‌های زیبایی در توصیف ملت مجاهد و با شهامت افغانستان و جغرافیای بیمثال آن سرزمین مظلوم است. ما برای تجلیل و تکریم این بزرگواران در فضای مجازی جمع شده ایم تا در حد توانمان صفت این بزرگواران را به دل تاریخ بیان نماییم. اینجا لندن است و من از رادیو کتاب در خدمت شما هستم. اکنون از قاری سیف الله اسدی خواهشمندیم تا مجلس ما را با آیات از قرآن کریم آغاز نمایند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون.
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. با تشکر فراوان از برادر بزرگوار ما قاری صاحب اسدی که با آیات متبرکه قرآن مجید مجلس ما را متبرک نمودند. به استحضار حاضرین گرام، علمای گرامی میرسانم که متاسفانه امروز همکار پشتوی رادیو کتاب به دلیل مریضی نتونستن اشتراک کنند. بنابراین ترجمه آیات متبرکه که طبق معمول به زبان پشتوی را هم شد، امروز او قسمت نداریم. و حال نوبت میرسه به نگار امینی. ما عرض میکنم نگار امینی دختر یکی از شاعرای افغانستان است که در وقت امی لیست 5000 نفری که افشا شد، پدرشان این شعر به مناسبت امو لیست سروده بود. درود به شهدا. قطعه شعری را خدمت شما میخوانم. درفش و گور و کفن احتیاج معمولی است. مرا حبیب خودش خواست تا که پر بکشم. بدون واسطه و احتیاج انسانی در آستان جلالش پیاله سر بکشم. نفس نفس نزنم در میان بستر مرگ، سری به خاک بسایم به عرش سر بکشم. به بام برشوم از نزد بان حبل الله، سریر خیش از این بام و در بکشم. به خاک خاکی اینجا نمیتوان دل بست، دلی که نقش تو دارد به بحر و بر بکشم. خیال کرده که ما را به خاک پنهان کرد، به خاک ریشه دوانم به ماه سر بکشم. دوباره باز بیایم، دوباره زنده شوم، دوباره شب بشکافم، رخ سحر بکشم. درفش ما به مزار و حظیره بی جای است، درفش عشق خدا را به کوی و در بکشم. دوباره باز بیایم و با ملائک عشق دوباره نقش تبسم به هر گذر بکشم. به هر چه طفل یتیم است نان گرم دهم، به کوچه های یتیمی پدر بکشم. سیاه روی کنم هر چه دیو و دشخیم است و در سیاهی شب رایت ظفر بکشم. درفش و گور و کفن احتیاج معمولی است. مرا حبیب خودش خواست تا که پر بکشم. تشکر است. با تشکر. الحق که درفش و گور و کفن احتیاج معمولی است، مرا حبیب خودش خواست تا که پر بکشم. براستی شهدای ما مصداق از این شعر است. عمرت دراز نگار جان. آل پای سخنان زهره مجددی می نشینیم. زهره مجددی ماستر اقتصاد از دانشگاه هامبورگ است و فعلا نماینده شهر هامبورگ در مجلس آلمان. همچنان از طرف حزب سبزها مسئول بخش اقتصاد و تجارت است. ایشان نواسه محترم محمد ابراهیم مجددی که معروف به ضیاء المشایخ بود هستند. بانوی فعالی که بعد از اون همه ستمی که بر فامیل ایشان روا داشته شد،
بعد از چند سال موفقانه خود را عضو پارلمان آلمان ساخته و به دستگیری بینوایان در عموم به خصوص وطندارا اشتغال دارند. بانو مجددی تشکر از اینکه تشریف آوردین. السلام علیکم آقای موسیمی، السلام علیکم، سلام به احترامات خدا و همه کسایی که در پروگرام زومتان از میرسانم. بسیار زیاد تشکر که شما از ما دعوت کردین که من بتانم در این پروگرام که یتیمای شهدای افغان ما هستن مثل خودم باره اصحابی گیرم. مثلا در شروع میخواستم که موضوع را یکم اصلاح کنم. من وکیل شورا هستم. قسم که خبر دارین در آلمان سیستم فدرالیسم، من وکیل شورا در ولایت آمبورگ هستم از طرف حزب سبزا که انتخابات در 2020 بردیم و از طرف حزب سبزا در کمیسیون اقتصاد و تجارت ریاستش از طرف حزب سبزا پیش من هست. غیر از اون در کمیسیون مالیات می باشم، در کمیسیون شکایت و یک کمیسیون که موضوع بانکی و فاینانشال سرویسز هست در اون می باشم که من یعنی در پارلمان خود مرکزی برلین نیستم، در پارلمان آمبورگ هستم چون ما سیستم فدرالی داریم در آلمان. قسمی که معرفی کردین نامم زهره مجددی است. من 9 ساله بودم که بدبختانه در افغانستان کودتا شد و امروزم در مکتب بودم، صنف 5 مکتب بودم. ما در زندگی ما شاید آقای موسیمی شما خبر داشته باشین در خوشحال خان می نبود، در قلعه جواد، چون در قلعه بود اتحای بسیار کلان تقریبا 82 جریب زمین بود. در اونجا زندگی میکردیم. مکتب که من میرفتم مکتب ما در خوشحال خان می نبود، در مکتب درخانه بود، مکتب ابتدایی بود. روزی که انقلاب کودتا شد، کودتای کمونیستی به افغانستان، ما به مکتب بودیم. بعد از اینکه یک ذره امکانات بود اجازه دادن از مکتب ما رفتیم خانه و اولین روز بود که من نام شخص لینن من در خانه خودم در قلعه جواد شنیدم که وقتی که به خانه رفتم شنیدم که تلفن آمد از شهید محمد داوود، سردار داوود که وقت در افغانستان ما صدر اعظم ما بودن، که امرای پدرکلان محترمم جناب حضرت صاحب محمد ابراهیم مجددی صحبت داشتن و اونا گفته بودن که امروز جنگ بین کلمه ما شما رو خوانده بودن کلمه شهادت و لینن است و وقتی که پدرکلانم ازشان سوال کرده بود که کمک چیز ضرورت است گفته بودن هنوز نه، من پس امرایتان تلفنی تماس میگیرم. باز از یک ساعت که تلفن نامد که وقت پدرکلانم خودشان بابا جان میفتیم، بابا جان تلفن کردن، لینای تلفن قطع شده بود، کسی نمیدانست که گپ بزنه. صبح کودتا بود که فکر کنم ساعتای 9 بجه صبح بوده باشه که در قلعه دروازه قلعه یک تانک داخل شد و یک چند تا موترهای عسکری بودن که آمدن بسیار بیرون و اولی و باغا بیارد یک تلاشی کردن که ما حفاظتتان آمدیم که خدا نکرده کدام خطر نباشه براتان. و در این وقت از برج ما بالا می دیدیم امی بخیال قلعه بیکتوت می گفتن یا قصر بیکتوت می گفتن که سر کو بود، یک قصر بود نمیفهم نامش، امور از درام داده بودن. من یادم است که از کلکین برج ما می دیدیم که یک قصر معلوم می شد، اما قصر نمیفهم که نام قصر چی بود، امور هم در داده بودن و هم در میگرفت. و بعد از اینکه اینا عسکرها خارج شدن از قلعه می تانک دادن دروازه قلعه ماند و موترها اونجا استاد ماندن. برای که ما را که صبح مکتب می بردن به موتر، یک موتر از پشت ما می بود و باز پس که می آمدیم ما را پس می آوردن. باز یک 18 جنوری 1979 بود که امسال 44 سال شد، شب جمعه بود. اینا حمله کردن به قلعه. طبق معلوماتی که بعداً بر ما رسید تقریبا 7000 پلیس و عسکر در این حمله شامل بودن و ما را زندانی ساختن. من خودم وجود داشتم در اتاق که صندلی ماندگی بود چون زمستان بود، زیر صندلی شده بودیم که داخل شدن با تمام اتاق که پدر کلانمون بودن، بابا جان بودن، پدرم بودن، 2 کاکایم بودن، یک کاکایم به خانه خود بودن و
آمدن که ما شما رو میبریم زندانی میکنیم. دیگه وقتی که از اولی بیرون شدیم دیدیم که قدر نفر است که هیچ کس را نمیشناسه و اول اینا پدرمشان و پدرکلان میایم از زندانی بردن و بعدن گفتن که حال خانما و اطفال و کسایی که کار میکنن در قلا اینا رو میبریم. ما را اول بردن به وزارت داخله، مردار جدا، ما و مادرمشان، مادر کلانم، امیم، خانمای کاکای ما، دخترای امی مادرم همگی که به قلا زندگی میکنیم ما را بردن به وزارت داخله. در یک اتاق بسیار کلان بود که چوکیای دراز چوبی ماندگی بود. در اونجا شدیم. بندیگری ما روز که بندی میکردن از سلام میشدن میفهمیدیم که می است، چون اکسایش به تلویزیون یا ما تفضلای امین هم شامل بود که مو در وزارت داخله در وقت دیگری دست شامل چیز افگار شده بود. نمیکرد، میخواست لست نامای خانما و اطفال نشته کنه، نمیتونست، باز ورق قلول نمیکرد، کنج اتاق منداخت. باز بالاخره مادرم گفتن که برای تکلیف نمیشه براتون، بتین کمیل لست ناما رو من خودم نشته کنم. ولی که چند دفعه غلطی کردن و ورق انداختن. باز مادرم والده خودم همی خدا جنات جایشون کنه لست نامای ما رو نشته کردن. باز یک کتابم چاپ شده بود، شاید بسیاری شما هم خبر داشته باشین، عنوانش پشتو بود به نام ژوندی اسناد، که دو همی لست کسایی را که اسدالله سروری حکم اعدامشان داده بود نامای اونا همگی همی بودک. دمی پوش همی کتاب همی لست چاپ شده بود که نامای ما همی خط والده خودم است که تا آخر در دوسیه همی بود. بعد از اینکه لستا رو گرفتن ما را در موترهای پیکاپای فولکسواگن بود، وقت من نمیفهمیدم، بعد والدین برام گفتن که موترهای فولکسواگن بود که تا سیت نداشت، ما را در زمین شانده بودن، یکی در بغل دیده به یک حساب. ما را بردن به زندان پلچرخی که طرفای فکر کنم دیگه نه روشنی میشد، شاید نماز صبح بوده باشه که ما رسیدیم به پلچرخی. اونا خبر داشتن که ما را میارن در زی که در اتاقایی را که برای ما تیار کرده بودن در بلاک اول بخاری داشت روشن بود، بخاری های چوبی بود، بخاری دو روشن بود. اونجا ما زندانی شدیم. در این دالیز که منزل در بلاک اول که ما بودیم در منزل سیوم، در این دالیز تنها برای خانما بود و این دالیز به یک حساب خالی شد که خاندان شهید سردار داوود اینا و ما به جایش آمدیم که غیر از ما دیگه فامیلا نبود. بعداً بعد از اون ما اونجا که بندی شدیم، پیش از ما خانم فامیل کسایی که زنده مانده بودن از سردار داوود، از شهید سردار داوود، از اونا بودن که اونا رو فرار تالیه کردن و ما در اتاق آمدیم. بعداً باز بندی های دیگه آمد، مثلا عروس جناب محترم پیر صاحب تگاو، اونا که دخترایشان آمدن و باز بین خلقی ها پرچمی ها که جنگ شد خانمای پرچمی ها رو ما آوردن. از ما وقتی که ما رفتیم به دالیز کس دیگه نبود غیر از فامیل ما. در سر زینای که آدم بالا میشد، در سر زینای اتاق بود که در اینجا می زندانیایی را که کتقلفی نمیدن، کتقلفی میکردن در اینجا. در می منزل که ما خانم‌ها بودیم، در می منزل، در می اتاق که کتقلفی می بود، در این اتاق جناب شاپورخان بودن، شاپورخان احمدزی بودن. اما اسکرا گفتن که اینجا شاپورخان احمدزی هستن. اونا رو فکر میکنم هم یک 10 روز از بندیگری ما تیر شده بود که باز شهید کردن، بردنشان، کشتنشان. دفاتر پلچرخی که بود دمی بلاک اول می بود که دفتر سید عبدالله امو وقت قماندان پلچرخی بود که دفتر ما اینجا بود. از اون شب اول، از اون روز اول که رسیدیم شب شد و که شب تا صبح در پایان یک چیز وزیست که بندی‌ها را زجر می دادن، صدای چیغ می بود، صدای غالبغال می بود، صدای زدن و کندن می بود. معلوم می شد که باید در پایان اتاقای باشه که بندی‌ها را زجر بدن. یک خاطره بسیار که هنوزم در مغزم هست که بسیار زیاد ما را ترساند، روز 17 بود که ما بندی شده بودیم که ترون، قماندان ترون آمد در بندی خانه. امو روز خود قماندان پلچرخی که سید عبدالله بود به بندی خانه نبود. ای آمد به بندی خانه و بسیار زیاد به هر اتاق که فامیل ما بود رفت و همه گیره
بسیار زیاد یعنی تشنام داد و گفت که من دفعه دیگه که آمدم هم تو گفت شما خب کلتان خارج رفتین ماشینای کوفته رو دیدین مثل ماشینای کوفته خارج واره شما رو تا یک هفته در ماشینای کوفته مندازیم کلتان کوفته موشتوکم بود بیاد من بعد از او از ترس گریه میکردم چند وقت هیچ از پالوی مادرم دور نمیشدم گفته میکنیم باز خود ترون امو شب یا صبحش باز وقتی بود خود بینشان چیز جنگ شده بود خود ترون هم کشته شد یکی خرابترین خاطرهای بندیخانه ما است که یک دفعه فکر کنم که یک 3 ماه یا 4 ماه از بندیگری ما تیر شده بود که یک 3 بس که زندانیایی که سابق بودن که میگفتن که اینا اخوانی هستن اینا را آوردن و اینا را در درون اولی امی بلاک اول که مثلا ما در منزل 3 بودیم که کنکای خود پنجره داشت از اونجا میدیدیم این تقریبا 320 جوان اینا شهید کردن وقتی که من بندی بودم یعنی از جناب آقای کرزای هم کاکایشان هم رای ما بندی بودن از جناب محترم وقت کاکا میگفته بارون کاکا بچه وزیر دربار که بودن اونا بندی بودن دکتر صاحب مستمندی بودن بسیار کلام سرشناس های زیاد بندی بودن اینا ما همگی شهادت میدیم یعنی شاید می واقع شدیم کسایی که کلکینایشان همی طرف اولی بود که 320 نفر اینا فکر کنم از ساعتای 8 یا 9 شب شروع کردن به کشتنشان تا که به حساب آذان صبح شد که اینا را دمی خود روی اولی دمی کل زندانیا کشتن باز موترای لاری آمد باز اینا را هم تر سر در لاریا انداختن در لاریا انداختن یادم است یک نفر بود که اونجا عسکر بود ضابط رتبه ضابط داشت ما نامش نمیفهمیدیم کلگی ضابط میگفتنشه همونجا یک عسکر صدا کرد گفت این یکیش هنوز جان میده همون ضابطه که شاید دوسیه باشه یک وقت نامش معلوم خواد شد کی بود فکر کنم که محسن هم بوده باشه 45-50 ساله شاید بوده باشه صدا کرد که کت برچه بزنینشه کت برچه کلاشینکوف هم کس که هنوز زخمی بوده یا جان میداده زدنش و دلاری انداختن بازیار رو بردن دیگه از پل چرخی حال خو افغانستان آبادی شده و خوابودی نبود دشت بود و دمری بندیخانه پل چرخی تپه پیلیگون بود که بردن در تپه پیلیگون دیگه ما میدیدیم که سرویس رفت در تپه پیلیگون دیگه همونجا همگی شهیدا را دفن کردن این شروع کشتار پل چرخی بود بعد از او دیگه باز هر شب 3 موتر 4 موترهای کلان بسای کلان ترانسپورت می بود باز نامای زندانیا گرفته می شد باز یا یکی یاره می کشیدن اینا در بسا می شیشتن باز ما می دیدیم از بالا که بس دیگه راستن میره در پیلیگون باز شام که می شد گولک زده می شد آتش بازی واره ما میشه باز می دیدیم که در تپه پیلیگون آتش بازی است کشتار است این واقعی بود که هر روز بود باز ما را خوشبختانه 6 ماه و 8 روز که از بندیگری ما تیر شد ما را از بندیخانه کشیدن تا وقت قلاویایی که زندگی میکردیم بار کلش از بین برده بودن خانهایی که نو بود یک چیز بودیست کل چیز جایدادیا که بود همگی ضبط شده بود دفتر تیار کرده بودن خانه نویا رو یک خانه امی والدیم که بودن هم امی پدر می شدن هم امی مادر می شدن خانه اونا بشار نبود به مو خانه اول ما رو بردن وزارت داخله است کل ما دستخط گرفتن که ما هیچ وقت به ضد از حکومت گپ بد نمیزنیم و با قایم که در پل چرخی شده راجع به او هم هیچ وقت ما صحبت نمی کنیم گپ نمیزنیم و بعد از ما را در شهر نو بردن باز خوشبختانه چند وقت بعد بر ما پاسپورت دادن و اجازه دادن که از افغانستان خارج شویم اول ما آمدیم پاکستان و شهر لاهور بودیم 5 سال و به تاریخ 20 آگوست 1985 ما باز بالمار آمدم که اینجا یک چیز بازیست که اول رفتیم مکتب تا صنف 13 بود مکتب خواندم باز با پانتون آلمان اقتصاد خواندم مستری خود از پانتون آمبورگ گرفتم و باز یک تقریبا 20-22 سال که شرکت های بین المللی کار کردم و از سنه 2019 عضو حزب سبزا شدم و در انتخابات
اول 2019 که انتخابات ناحیه هر منطقه‌ای می باشه و انتخابات همی منطقی خودم زندگی میکردم بردیم و در سال 2020 انتخابات عمومی ولایت آمپور که بود دوام سر گرفتم. خوشبختانه افغانای ما دیگه نفرای تعداد زیاد بر من رای دادن که من انتخابات بردم و تقریبا 2 سال در ماه جون دیگه 3 سال میشه که وکیل شورا هستم و در آمپور زندگی میکنم. بسیار تشکر خانم مجددی، بسیار فشرده و عالی. فقط کوتاه اگر در این سوال ذهن شما یاری کنه که جواب بتین، زمانی که کشتار نخبه های افغانستان شروع شد به عقیده شما کدام تاریخ بود؟ ما قرآن شریف آواز میکنم چون پیش والدیم قرآن شریف بود، والدیم نشته کردن. در پول چرخی ما شما میتونین که یک نفر گپ بزنین، ما قرآن شریف بالا در اتاقم است باز میکنم، شاید تاریخش در نشته باشه. بسیار خوب. و ما اگر شما وقت داشته باشین که تا آخر برنامه بمانین، که آخر برنامه رو اختصاص میتیم که دوستا و جوانا از شما بعضیشان سوال دارن، سوال بکنن. چرا نی؟ من کوشش میکنم که تا آخر برنامه تان باشم. عالی. نوبت هم اسپاریم به جناب آقای ناصرزاده. آقای ناصرزاده یکی از مجاهدین افغانستان است که در دوران جهاد خدمات زیادی انجام داده و از جمله خدمات ایشان تأسیس انجمن دانشجویان مسلمان در تهران بوده و همچنان مؤسس هفته‌نامه یا ماهنامه سوم هوت بوده. آقای ناصرزاده نویسنده است، صاحب قلم است، ماستر است در رشته دین و رسانه و افتخار از این داره که فرزند بزرگ یا وارث علامه شهید ناصر است. علامه شهیدی که الحق و الانصاف یار مظلومان بود. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین. اما بعد، با تشکر فراوان از گردانندگان محترم رادیو کتاب که یک همچون محفلی را به خاطر یادبود شهدای به خون گفته افغانستان روی دست گرفتند و یاد از شهدای پلوگون که توسط دژقیمان خوناشام تاریخ مظلومانه به شهادت رسیدن می نمایند. با آنچه که جناب آقای نوید محسنی با من صحبت نمود، فکر می کنم 10 دقیقه ای را برای این جانب معین فرمودند که در ظرف 10 دقیقه صحبتهایم را به پایان برسانم. اما ابعاد گوناگون زندگی شخصیت‌های بزرگ و سترگی که در زیر ساطورهای خوناشام خلقی‌ها و پرچمی‌ها نابود شدن، ابعاد گوناگون آن را نمی شود با 10 دقیقه صحبت نمود، ولی با آن هم کوشش می کنیم آب دریا را اگر نتوان کشید پس به قدر تشنگی باید کشید. در ارتباط با وضعیت اسفبار زندانیان دوران پلوگون و دوران خلقی‌ها و پرچمی‌ها، خواهر گرامی و عزیزمان خانم مجددی صحبت‌های عالی را ارائه نمودند که ابعاد فاجعه را به صورت بزرگ و هویدا نمایان می‌سازد. من از این که بتوانم شخصیت بزرگ و سترگ علامه شهید ناصر را صحبت نمایم، نمیخواهم در آن ابعاد ظلم و ستمی که در پلچرخی و زندانهای مخوف و قرون وسطایی خلقی‌ها و پرچمی‌ها میگذشت صحبت نمایم. میخواهم لحظه چندی در ارتباط با زندگی علامه شهید ناصر صحبت نمایم و امیدوارم که باعث مزاحمت شما و گرفتن وقت گرانبهای شما نگردیده باشد و از همه شما سپاسگزارم که چنین عنایت فرموده اید و سخنان این حقیر را مورد توجه قرار میدهید. عرضم به حضور شما که علامه شهید ناصر در متن دردها و رنجهای مردم بود
عمر پربار او در مبارزه با بی‌عدالتی ها بود. او با درک شرایط زمانیش شیوه مبارزه خودش را داشت. اضافه روی نمی کرد و با افراطیت که باعث ضربه بیشتری مردم گردید مخالف بود، ولی در عین حال به هیچ وجه با ظلم و ستم نمی ساخت. در هر مقطعی تلاش می کرد تا با استدلال و منطق منحصر به خودش وارد صحنه گردد و از طریق مسالمت‌آمیز و با منطق اسلامی و انسانی از مظلومیت انسان مظلوم دفاع نمایند و نسبت به اجرای عدالت اقدام نماید. بحران‌های بزرگ در زمانهای مختلف حیات علامه شهید دچار جامعه ما گردید که اگر درایت و هوشیاری علامه شهید ناصر نمی بود شاید فاجعه‌های بزرگ در جامعه رخ میداد، ولی هوشیاری و درک واقعیت‌های زمانی توأم بود در دیدگاه علامه شهید ناصر. یکی از فشارهای بسیار خطرناکی که باعث گردیده بود دولت آن زمان را یعنی داود خان را نسبت به جامعه ما حساس بسازد مسئله رادیو هزارگی کویته بود. این رادیو در کویته پاکستان توسط پاکستانی ها زمانی به کارشان آغاز کردند که رژیم جمهوری داود خان دایه رهبری پشتونستان را داشت و هر روز شب با اعلان این که دا پشتونستان زمون در واقع با رژیم پاکستان اعلام جنگ میداد و به همین علت نسبت به فعالیت رادیوی هزارگی کویته حساسیت فوق‌العاده‌ای نشان میداد، بخصوص که این رادیو از مظالم و ستم دوامدار قشر حاکم نسبت به مردم مظلوم هزارجات واقعیت‌هایی را نشر می‌کرد و با یادواره مبارزان هزارجات خاطرات ظلم و ستم قشر حاکم را در اذهان رنجیده جامعه ما زنده می‌کرد. گرچند این برنامه از جانب نظامیان پاکستان با هدف به وجود آوردن نفاق و دوییت در درون جامعه ما ایجاد گردیده بود، ولی درک این مسئله در جامعه آن روز افغانستان کار مشکل بود، به خصوص که تب و تاب یک حرکت اسلامی برای به وجود آمدن عدالت اجتماعی در بین جامعه موج میزد. رژیم داود خان از طریق وزارت داخله وارد اقدام گردید تا با نشست با علما و بزرگان جامعه ما از حساسیت و نگرانی دولت افغانستان نسبت به مسئله ذکر شده صحبت نمایند. صحبت‌ها توأم بود با اخطارهای نسبت به کسانی که در این مسئله دست داشته باشند، اما درایت و هوشیاری و درک واقعیت‌های عینی جامعه توسط علامه شهید ناصر باعث گردید تا با بهانه‌های واهی دولت نسبت به اتهامات وارد شده به جامعه هزاره و تشیع افغانستان رفع گردیده و حتی کسانی که در ترویج رادیوی آن زمان و همسویی با آن فعالیت می‌کردند و تب و تاب روحیه انقلابی داشتند مسئول بماند و بهانه‌های دولت با منطق و هوشیاری علامه شهید یکی پس از دیگری رفع گردد. چون این هوشیاری و موضع‌گیری که با درایت و دوراندیشی علامه شهید ناصر تعامل بود باعث می‌گردید تا جامعه ما با سپری نمودن موفقانه از تهدیدهای دولت آن زمان به روند زندگی آبرومندانه‌شان توأم با مسئولیت افرادی که تمایل به ایجاد جامعه عدالت محور داشتند ادامه دهند. این مسئله را اکثریت علما و بزرگان آن زمان جامعه ما که از تیغ رژیم خلقی ها و پرچمی ها جان سالم به در بردن به یاد دارند. علامه شهید ناصر شمع فروزانی بود که خود میسوخت تا در روشنایی آن همانهایی که اسلام را به عنوان یک ایدئولوژی پاسخگو مطرح می‌کردند زندگی نمایند و به کارشان ادامه دهند. با همه کسانی که اندیشه‌ای برای نجات افغانستان داشت صحبت می‌نمود، حرف‌های آن را می‌شنید و نظراتشان را به صورت واضح بیان می‌نمود. با کسانی که با روش او مخالف بود صمیمانه برخورد می‌کرد و دوام صحبت و مذاکره را می‌خواست و به همین علت است که اکثریت انقلابیون جامعه ما که به احزاب گوناگون فعالیت دارند نسبت به تحمل و بردباری علامه شهید ناصر و شنیدن نظرات گوناگون اعتراف دارند و آن را یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد او می‌دانند. علامه شهید ناصر دردها و رنج‌های مردم و اقوام گوناگون افغانستان را درک می‌کرد و از نبود
عدالت اجتماعی در بین تمام اقوام افغانستان رنگ می‌برد و در سخنرانی‌ها و صحبت‌هایش همواره از چنین بی‌عدالتی صحبت می‌نمود. در مجامع بزرگ و در دیدار با مقامات بزرگ دولتی و مسئولین امور با منطق و استدلال منحصر به خودش صحبت می‌نمود و دردها و رنج‌های ملت را بیان می‌کرد. او بارها از فقر و محرومیت صفحات مرکزی و عدم انکشاف در این مناطق به عنوان مثال عینی به عدالتی یاد می‌کرد و مسئولین امور را با منطق خاص خودش متوجه به عدالتی ها می‌ساخت. علامه شهید ناصر انسان چند بعدی بود. با شعر و شاعری علاقه داشت. شعر شعرای بزرگ را می‌خواند و با علاقه‌مندی شعرهایشان را تحلیل و تجزیه می‌کرد و در کتاب‌های شعرای بزرگ همچون مولانا، شمس، علامه اقبال، حافظ، سعدی و شعرهای علامه شهید بلخی را با علاقه‌مندی دنبال می‌کرد و خود نیز شعر می‌گفت. شعرهای علامه شهید ناصر بیان دردها و رنج‌های بیشماری مردم بود و در تمام اشعارش این دردها و رنج‌ها به صورت آشکارا نمایان بود. علامه شهید در سخنرانی‌هایش از شعر شاعران استفاده می‌کرد و سخنانش را با شعرهای مورد قبول جامعه مزین می‌ساخت. او ذوق سرشار از شعر و شاعری داشت و اشعارش مملو از حرف و سخن نو بود و شعرهایش هدایتگر مردم بود. در شعر علامه شهید مشکلات و نابسامانی‌های جامعه انعکاس داشت و نبود عدالت اجتماعی و درد ناشی از بی‌عدالتی موج می‌زد. در دوران دموکراسی که رژیم شاهی آن زمان مروج آن بود و احزاب و جریان‌های مختلف جامعه با استفاده از این دموکراسی موجودیتشان را اعلان نمودند، با تظاهرات در سرک‌ها و مجامع علمی بر علیه رژیم موقف می‌گرفتند. علامه شهید ناصر با استفاده از جو به وجود آمده تلاش وسیعی به خرج داد تا با دانشجویان، طلاب و انسان‌های آگاه جامعه ارتباطات از طریق پرسش و پاسخ ترتیب دهند و به سوالات جوانان پاسخ گویند. او در این دوره شعرهایی را سروده است که بازگو کننده واقعیت‌های جاری در کشورند. او در عین موجودیت قانون اساسی ناپای افغانستان از عدم اجرای این قانون داد می‌زد و شرایط ناهنجار کشور را بازگو می‌کرد. او با شعرش می‌گفت قانون اساسی به وطن روح روان است، صد داد عمل نیست، عمل نیست، عمل نیست. ای غنچه خوشبوی عمل جای تو خالی، بر روح تو گر فاتحه خوانیم ازل نیست. او از فساد در ادارات دولتی و عدم لیاقت مسئولین امور رنج می‌برد و چنین وضعیت را در جامعه رنجیده افغانستان در مغایرت با عدالت اجتماعی می‌دانست و این مسئله را در شعرهایش بارها انعکاس می‌داد. سگ بچه نفس آمد و بالعید خرد را، با بی خردان چاره اصلاح دول نیست. او از ظلم و ستمی که نسبت به زندانیان سیاسی میشد به خوبی آگاهی داشت و در زندانی بودن شخصیت‌های بزرگ در نظام شاهی را در مغایرت با عدالت اجتماعی و مخالف ارزش‌های اسلامی می‌دانست. او بارها و بارها در شعرهایش وضعیت اسفبار جامعه آن روز را تذکر داده و در سخنرانی‌هایش انعکاس بخشیده است. او از درندگی و برخورد غیر انسانی نسبت به زندانیان آگاه بود و به همین علت در شعرش گفته بود نخورده گرگ خون گرگ دیگر، نه پوست و مغز و خون و استخوان را، ولی دندان جور آدمی زاد جویده استخوان دیگران را. علامه شهید ناصر ادیب بود و همواره تلاش میکرد تا ادبیات را در بین شاگردان و جوانان ترویج نماید. در استعمال لغات و کلمات حساس بود و گفتار او همواره این بود که استعمال کلمات و لغات در جای آن میتواند برجستگی جملات شما را نمایان سازد و در این ارتباط جلسات متواتر درس ادبیات داشت و بیشتر تلاش میکرد تا جوانان و طلاب جوان در پای درس ادبیاتشان حضور یابد و طرز خوب نوشتن و خوب سخنرانی را یاد بگیرند. من که در آن زمان جوان خردسال بودم بارها افتخار حضور در جلسات فن سخنرانی علامه شهید را داشتم و هنوز طنین صدای مردانه علامه شهید را با گوشت و استخوانم درک می کنم. جلسات فن سخنرانی او بسیار دوستانه بود. او با حوصله‌مندی به سخنرانان گوش فرا می‌داد
و در عین سخنرانی یادداشت می‌گرفت و سپس بعد از سخنرانی یادداشت‌هایش را با طلاب و جوانها شریک می‌کرد و در تصحیح آن اقدام می‌نمود. همین امر باعث گردید تا شاگردان علامه شهید ناصر سخنرانان ماهری گردد و یکی جایپای ویژه‌ای در جامعه یابند و مصدر خدمات بزرگ در جامعه کردند. علامه شهید ناصر ویژگی‌های خاص خودش را داشت. او در عین حالی که یک روحانی آگاه و بیدار بود، شرایط افغانستان را به خوبی درک می‌کرد و نسبت به دردها و رنج‌های مردم آگاه بود و بی‌عدالتی‌ها و عدم رشد متوازن و در حاشیه راندن جامعه هزاره و تشیع و کل افغانستان را با تمام وجودش درک می‌کرد و تلاش می‌نمود تا نسبت به تغییر وضعیت موجود اقدامات را انجام دهد. او با افراطیت مخالف بود و از حرکات احساساتی انقلابی و آسیب‌هایی که این حرکت‌ها به وجود می‌آورد به خوبی آگاه بود و به همین علت بارها به جوانان تحصیل کرده و آگاه آن زمان را از خطر ضربه‌پذیری افراطیت و حرکت‌های احساساتی گوشزد می‌کرد و نسبت به عواقب آن هشدار می‌داد و همواره از اعتدال و میانه‌روی صحبت می‌نمود تا شاید جوانان مبارز آن زمان با درک شرایط جامعه آن زمان در مسیر افتد که نتیجه بهتر و ضربه‌پذیری آن کمتر باشد. گرچند این موضع‌گیری برای عده‌ای از جوانانی که اندیشه انقلابی و اسلامی داشتند و احساساتی عمل می‌نمودند چندان خوشایند نبود، ولی سپری شدن زمان و پختگی این انقلابیون آهسته آهسته آنها را همسو با اندیشه علامه شهید ناصر می‌ساخت و حقانیت راه و روش او را تایید می‌کرد. علامه شهید ناصر به هیچ وجه به کسانی که مخالف اندیشه و روششان بود برخورد غیر منطقی نمی‌کرد. هیچگاهی کسی را تکفیر نمی‌کرد و هیچگاهی از موقعیت اسلامیش بر علیه مخالفین اندیشه و راهش استفاده نمی‌کرد. او مرد بزرگ بود و تحمل عقاید مختلف و گوناگون را داشت. علامه شهید ناصر که مؤسس حسینی عرفان و مسجد جامع جمال مینه بود و مدرس بزرگ بود، شاگردان و دانشمندان را به جامعه تقدیم نموده است. در ماه هوت 1357 توسط خلقی ها و پرچمی ها با پسر بزرگش انجینیر سید عبدالهادی ناصر و همچنان پسران مامای آنها شهید سید محمد حسن کریمی، شهید سید علی پیشتاز و مامای بزرگوار آن جناب آقای شهید فیروز بهاری و همچنان و یکی از اقارب آن شهید کریمی دستگیر می‌گردد و در همان سال در پلیگون پلچرخی به شهادت رسیده است. از توجه شما نهایت ممنون هستم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر ناصرزاده صاحب بزرگوار. زندگی نامه مفید و مختصر بود. انشالله که خداوند به همه ما و شما توفیق بده تا کارنامه عظیم و دیرای خوب اجتماع به نسل‌های آینده معرفی کنیم تا راه آینده خیش را بر مبنای تاریخ گذشته موفقانه تر تعیین کنیم. از دکتر صاحب فرید یونس تقاضا میکنم اگر در رابطه قتل عام و اینا کدام کتاب را تدارک دیده، چون در هر برنامه رادیو کتاب اینا یک کتاب مفید معرفی میکنه. اگر آماده هستن حال معرفی کنن، اگر نه بعد از دکتر صاحب جاید. عرض سلام و ادب دارم به شما و عزیزانی که امروز در این مجلس شرکت کردن و بینندگان شما. تشکر میکنم که بر ما وقت دادین. ما پیش از که یک کتاب بر شما معرفی کنم که هدف ما فقط معرفی کتاب بود، برای از که عزیزان در مورد شهید و شهادت و شهید در قرآن و شهید در احادیث حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم بسیار زیاد میفهمن. ما نمیخوایم بپیچم. اول ما از بی گلم زهره جان مجددی و جناب آقای ناصرزاده تشکر میکنم که معلومات بسیار جالب دادن. یگانه چیزی که من میخوایم که از این مجلس خواهش کنم که همین تعریف شهید در افغانستان باید که مشخص شود. امروز هر کس ما شهید میگیم. آیا شهید، ما شهید از دید قرآن و از دید ارشادات حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم میشناسیم، نه کدام منبع دیگه. لذا باید که به نظر من امی مجلس یا یک مجلس دیگه امی شهید مشخص بسن که شهید کی است.
نمبر یک. نمبر دوی که من از نگاه تاریخ تطبیقی یک چیز براتون قصه میکنم که در وقت جنگ جهانی دوم آلمانای نازی هر کس هم میبردن و هر کس شکنجه میکنن. باز یکی از کسایی که هیچ یهود نبود او را هم گرفته بودن و هرچی او داد میزد که من یهود نیستم، اما او را بردن و در کنسانتریشن کمپ و اینا انداختن و قین و فانه کردن. در کتاب افغانستان در چنگال خونین کمونیسم، افغانستان در چنگال خونین کمونیسم از استاد شکرالله کوگدای که خودش در زندان بود و این خاطرات زندان نوشته کرده و چیزایی که بی گلم زورجان گفتن در ای آمده و در صفحه 107 بسیار جالب است که یک بچه پنشیری بود به نام احمد شاه و ایره نصف شو سه شو گرفته بودن برده بودن در پلچرخی و شکنجه میکردن که تو بگو که احمد شاه مسعود استی، در حالی که داد میزد که من احمد شاه مسعود نیستم، من احمد شاه پنشیری استم اما احمد شاه مسعود نیستم. از نگاه تاریخ تطبیقی که بخشی از درسای ما بود در وقتی که شاگرد بودیم، ببینید در آلمان نازی یک کس میبردن که به نام یهود، در اینجا یک کس به نام احمد شاه بردن شکنجه کردن. کتاب بسیار کتاب جالب است، بعضی که کدام کتاب چی نیست که مثلا عقاید خود نوشته کرده، خاطرات و چشم دید خود در زندان پلچرخی نوشته کرده، افغانستان در چنگال خونین کمونیسم از استاد شکرالله کوگدای و 20 سال پیش چاپ شده. من امیر وعده کرده بودم با آقای موسینی که معرفی میکنم. از وقتتان تشکر میکنم. روز شما بخیر و خدا یار و مددگارتان باشه. یک دنیا تشکر دکتر صاحب بزرگوار، مثل همیشه هم مفید و آموزنده. انشالله که بتونیم این کتاب در دسترس متقاضیا قرار بتیم. البته در زمان حاضر خیلی نسخه PDF رایج شده. دکتر صاحب افشار شما تشریف دارین؟ آقای موسینی خدمت شما و از طریق شما خدمت شنونده ها و بیننده هایی که فعلا ما شما را میبینن عرض ادب و سلام تقدیم میکنم. قسمی که دوستان فرمودن راجع به زندگیشان و به تحقیقاتشان و اینا، ما میخوایم که به می مورد دستگیری پدرمشان شهید شیخ محمد امین افشار صحبت داشته باشم. اگر اجازه شما باشه که شروع کنیم با صحبت. مهربانی صاحب بفرمایید. تقریبا در سال 1357 من بچه خورده بودم، سه مکتب بودم و کودتای خونین هفت ثور شروع شد. پدرم در کابل نبود، در افغانستان نبود، در ایران بودن. در ایران بودن و اون زمان تقریبا همین گرفتهای بندیای سیاسی شروع شد، از جمله آقای واعظ مرحوم و آقای مسپار و آقای ناصر مرحوم و اینا را دستگیر کردن و بردن زندان پل چرخی. و قبلگاه ما در اون زمان در ایران بود، در افغانستان نبود. از این فرصت استفاده کردیم و یک نامه برش روان کردن که فعلا در افغانستان شرایط تغییر کرده، اگر میتونی شما در افغانستان نین، همونجا که هستین همونجا باشین نین. اونا پس یک نامه دیگه روان کردن که ما در بین مردم خود بودیم و در این مدت بودیم و مزار بودیم و افشار بودیم و وزیرآباد بودیم. حالا اگر من مردم خواهد گفت که در روز خوب در کنار ما بود، در روز بد شیخ محمد از پهلوی ما فرار کرد و نیامد در نزدیک ما. اینا اونجا ماندن و بالاخره همراهشان حاجی غلام حسین شیخ زاده هم در ایران بود که اونا را هم بعد از اون پدرم اونا را هم دستگیر کردن و اونا هم بردن که تا به امروز اونا هم مرده و زندهشون معلوم نیست. دیگه با اونا دیگه اصلا اینا در ایران بودن و از ایران خاص اینا حرکت کردن و آمدن افغانستان. اتفاقا همراهش همین حاجی غلام حسین شیخ زاده که برادر شیخ احمد علی جان شیخ زاده و بچه شیخ محمد علی مدرس از چنداول که بودن، پسر از اونا بودن. اینا با یک ماشین 73 که از کویت خریداری کرده بودن، یک جای با قبلگاه آمدن افغانستان از راه هرات، از راه مرز اسلام قلعه. ما بچه ریزی بودم، تقریبا صنف 3 مکتب بودم در مکتب مسعود صد در قلعه فتح الله. ما بر پذیرایی دمرایشان رفتیم که اینا را از اونجا بدرقه کنیم و بیاریم کابل در خانه. اتفاقا تا قسمت غزنی رفتیم و اونجا تقریبا ساعت 1:30 یا 2 بجه روز بود که ایشان آمدن و همراه همین شیخ زاده و همراه پسر مرحوم حاجی آقای محسنی، عبدالله محسنی که یک مدت والی کابل هم بودن، فعلا فوت کردن، خداوند غریق رحمتشون فرماید. هر سهشان یک جای به موتر آمد
و موتر آمدن و همگی دمرایشان به حساب پذیرایی کردن و آوردنش در یک هتل اونجا غذا صرف کردن. یک هتل 2 منزله بود در شهر غزنی و اتفاقا همین غذا را که صرف کردن بعدش شیخ عبدالله موسیقی خدا غرق رحمت کنه ایشان شوخی کرد گفت شیخ صاحب ما خود سیر نکردیم لگای من ظرف طعامی که پیشش بود این پیش کرد که بگیریم نوشان کنیم شیخ عبدالله. ایشان خنده کرد گفت شیخ صاحب ما پسمانده شما رو نمیخوایم اگر میخوایم برای ما تازه بخواین دیگه بخواین علیده. آدم صدا کرد گارسون که بیار برشینه گفت نه شوخی کردیم. گفت می شوخی کردیم ما سیر کردیم لازم نیست که دیگه برای ما غذا بیارن. از اونجا اونا خداحافظی کردن و اونا رفتن و ما آمدیم کابل و بعد آقای شهید واعظ و آقای ناصر و اینا از دوره زندان اینا پس رهایی پیدا کردن و آمدن در خانه و جایشان و اتفاقا یکی از روزها بود دیگر روز بود تقریبا ساعتای دیگر هم نبود صبح ساعتای 2 بجه یا 1:30 بجه روز بود. مرا گفت یکی از مهمانان میاد اگر آمد او را گرفته در اتاق آمده. ما گفتیم چشم. دیگه دروازه کوچه در قصر شد و برآمدیم بیرون دیدیم آقای واعظ معمم بودن و آمدن قبلگاه تاس ما گفتم بله هست. آمدم برایشان اطلاع دادم و آمدن در خانه دمی خانه پایان همینجا نشستن. البته بعد از اینکه آقای واعظ یک دوره زندان تیر کرده بودن قبلگاه ما زندان نرفته بودن امروز نه وزیران آمدن دمی خانه پایان نشستن و مرا چای برایشان بردم و مرا گفت دیگه خودت برو دیگه نیا نفهم که در مدت چند ساعت 2 ساعت یا 3 ساعت تا تقریبا نزدیکای شام هر دویشان رو به رو با هم صحبت کردن روی کدام مسائل بود راجع زندان بود چی بود همینجا جهر و بحثشان بود و ما هم دیگه داخل نرفتم. بعد از نماز شام اینا برآمدن آقای وایس خداحافظی کرد و رفت. قبلگاه ما امروز حسینی هم نرفت نماز جماعت هم نرفتن در حسینی ندادن. بعد بودن و باز شب نوروز سال 1357 58 فرداش 58 داخل میشد در خانه بودن و همیشه وقت هم لباساش بسته‌کدگی بود در کنج اتاقش و هر کس هم که میامد میگفت بعد گروه آمدن از پغمان که شیخ صاحب ما حفظ الامین خوب به تمام مانا میشناسیم شما فرار نکنین همینجا باشین و ما شما رو کدام چیز نمیبرن نمیخواین که برن تا باش همینجا هست باشین یا قبول کرد گفت نه بابا ما آمدیم به مخاطر مجریان آمدیم در بین مردم خود باشیم مردم نگوید که شیخ مدمین در روز خوب ما بود و امروز ما را تنها گذاشت رفت ما به خاطر آمدیم پس دوباره در افغانستان و همینجا هست. شب سال نو بود و امروز روز واقعا ما اون که ما یک چی است رایج است که هر کس برای خود بر روز عید و سال نو اینا یک لباس نو آماده میکرد و جور میکرد و همون شب روز ما رفتم پشت لباسای پانه ما در کلامشان که امروز برادر سپورت دیگه میگم لباسایشون لباسای خود ما رو از اونجا بیارن. ما رفتم و شب هم اونجا ماندم و شب که اینا رو دستگیر کردن و بردن ما خودم شخصا در خانه نبودم. فردای اون روز هم بخچه‌ای که به حساب بودم و لباسای ما در پیش ما بود در زیر بغل ما آمدم سرکا بند بود روز نوروز بود تمام سرکا بسته بود مسدود بود و بعد یک راهی از راه‌ها و بی‌راه هم موترهای ملی بس آوردیم و رو در سرک تیمنی تا حاجی محمد پیاده شدیم آمدم در قسمت خانه که رسیدم پیش از اینکه داخل خانه شوم برادر خوردم که فعلا در ایران است مرتضی دیدم دم کوچه ساده بود گفته که شو کاکای ما عادتاً پدر ما کاکا میگفتیم و شب از کرا آمدن کاکای ما بردن ما راستی آخر همتون یک تکان خوردم و آمدم خانه که آمدم که جسرها همگی بیان کردن و مرا که دیدن در سر روی خود زدن و بعدش واقعا اونجا گریان زیاد کردم بیتابی کردم بعدش همگی مادرم اینا صدا کرد چوب بشینین آرام باشین که بچه را ریزه است سنش خورد است ایجاب نمیکنه زار برق میشه آرام باشین مرا گرفتن در آغوش شد ناز و نوازه شدن و بعد از امو دیگه ما منتظر خیلی زیاد ماندیم که امروز یا فردا یا پس فردا تا به امروز منتظرشان هستیم که شاید امروز یا فردا یا پس فردا ایشان خلاص شود بیاید و همیشه وقت هر عید و هر برات که میشد چشمم با دروازه بود که کی داخل خانه میشه. اتفاقا تا به امروز هیچ چیزی از شما نیافتیم و ندیدیم و چشم برا بودیم تا زمان پیروزی مجاهدین که مجاهدین پیروز شد بعدش آقای مجددی که خدا رحمتشان کنه نوازشان و فعلا تشریف دارن شاید صدای ما بشنون اونا عفو عمومی اعلان کردن که اینا چینه سطح ببخشیم پیش از وام کارمل زمانی که در قدرت رسید کارمل گرفت از پیش حافظ الامین
حضرت اینا عفو عمومی اعلان کرد که زندانیای پل چرخی رو ما اعلام میکنیم. همون روز هم اکثریت رفتیم دانه دروازه پل چرخی واز شد. فقط باید زندانی ها ما میدیدیم که شو از دروازه پل چرخی بدر ما میفرن. اما متاسفانه هر قدر که سعی کردیم چشم ما بدر دروازه پل چرخی ماند، ولیکن بدر ما از دروازه پل چرخی بیرون نشد، ندیدیمش. بعدش هم آقای مجددی که رئیس جمهور شد دوره سال 1371 بیرون شدن، عفو عمومی اعلان کردن که از جمله یگانه چیزی که تا به امروز ما را زجر میده و رنج میده عزادالله سروری بود که این خونه‌هاشا هم همیشه وقت دو روز پی در پی همیشه وقت نامه‌هایش همون فیلم میگذاشتن و میگفتن که فلانی رو ببرین با فلانه جای با بهانه‌ای یعنی ببرین بکشین و قتلش کنین. به انتظار بودیم که یک روز شود که خون از این شهدای ما و انتقام از اینا از پیش از این افراد اشخاص رعین پلید گرفته شود که تا به امروز روز از پیششان گرفته نشد و نمیدونم حال فعلا هم زنده است در کجا هست در کجا نیست. دیگه مشکلات های شهدا واقعا بسیار زیاد بود. قسمی که برادر ما دکتر صاحب گفت که امروز هر کس ما شهید خطاب میکنیم، باید واقعا شهید هم قدم شهید است، شهیدی که واقعا با دست بسته و با گلچک در پلیگون پل چرخی به چی شکل به شهادت رسید. و قسمی که خانم مجددی صاحب گفتن اینا چشم دیدشان بودن که از اینا از کنای پل چرخی میدن که به چی شکل افراد اشخاص اینا به شهادت میرساندن با بهانه‌های مختلف، با بهانه‌های اخوانی، با بهانه عالم. گرچه که اینا افراد اشخاص نبودن که مثال بر ضد انقلاب از اینا کدام شورش کرده باشن یا کدام حرف زده بوده باشن. هیچ تا به امروز ما نمی‌دانیم که جرم از اینا چی بوده، گناه از اینا چی بوده. آیا همین علمشان گناهشان بوده؟ آیا همین باسواد بودنشان گناهشان بوده؟ یا آیا همین که در بین مردم خود بودن و مردم خود در راه دین، در راه اسلام دعوت می‌کردن و مشکلاتشان گوش می‌کردن و مثال امکانات برایشان در دستشان قرار میداد تا از این حالت بیرون شود، همین گناهشان بوده چی بوده؟ دیگه بسیار زیاد وقت شما را گرفتم آقای محسنی. با عرض معذرت و پوزش مدت می‌خوایم از شما و از شنونده های شما که با زبان هلکلی که تونستم که به حساب صحبت با شما داشته باشم و یک درد دل با شما و با از طریق شما با این مردم که از زندگی نامه هزی افراد اشخاص آگاهی نداشته و نسل بعدی ما انتقال پیدا کنه. و خیلی ممنون از شما که تدبیر هستم از شما که همچون یک برنامه دارین که از شهدا از بزرگان و این انتقال میشه شما توسط این برنامه تان به نسل‌های بعدی که همچون یک شکنجه و همچون یک ظلم ستم در این کشور ما روان بوده و شده تا نسل بعدی آگاهی پیدا کنن که این مردم چه قسم زجر و شکنجه و تکلیف طی کردن. تشکر بسیار زیاد از توجهتان. ممنون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسیار تشکر جناب افشار. واقعا شهدای ما مظلوم ترین شهداست و شاید یکی از دلایلی که در افغانستان امنیت نمیایه اینه که ما قدر همی شهدای ما را ندانستیم هنوز هم. خداوند به شما صبر بده و به همه ما و شما توفیق بده که بتونیم در راه از این بزرگوارا گام برداریم. رادیو کتاب، نیاز نسل امروز و فردا.